وقتی که کودک به دنیا می آید یکمین گریهش به سبب اون ضربه شیطان است. بعد از آن بریدن نافش می برند، یک مرتبه داد و فغان می زنند. بعد از آن دردها شروع می شود، مشقتی مکیدن شیر، بعد کمتری برآوردن دندان، مشقتی برآمدن از شیر برآوردن هم یک مشقت است، درد سر و دیگر دردها و درد ختنه به پسرها، درد سوراخ کردن گوش به دخترها، همین گونه مشقتها بعد کمتری شروع می شود. گهواره بندی و یک مانند حبس در گهواره خواب می کند. بعد از آن سیاست معلم و هیبت استاد و درس و مشقت تعلیم و بعد اینکه به وای رسید مشقت خانه‌دار شوی و مشقت فرزنددار شوی و غم و غصه دنیای و مهنت و خانه ساختن و با این مصیبت ها کمی میگذرد که الکی سین و سالش به 40 و 50 رسیدش، درد پای و درد زانوی و درد سر و خیرگی چشم و کمشنوی گوش و شروع می شود هر روز درد نو. و حتی از این دنیا با عرق جبین، چقدر که رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که مؤمن با عرق جبین از دنیا وفات میکند و این را همه خوب داند که دنیا جای مشقت است. وقتی که